شما از چی میترسید در زندگی؟ از نابراری. باز از گپ دروغ. رحمت. عموما در زندگی از چی میترسید؟ فقط از خدا میترسم. من از اون میترسم که شوهر ما بوده و ما را پرتافته رود. فرزند دارم، خانه دارم، عائله دارم، ویران میشود. برای همین میترسم. شما چی؟ من همه خواستم که هم زندگی من تنج باشه. برای چیزی که شوهرم یک عمر حیات شیرین قطعی گذرایم. شما از چی میترسید؟ من بسیار از تنهایی و که از دروغ. برای چی؟ برای که تنهایی یا از یک چیزی دهشت است. شما از چی میترسید؟ هیچی راستی گفت. منم از چی نمیترسم. از چی میترسید؟ tak از تنها موندن. از چی میترسین شما؟ در زندگی از چی میترسین؟ ای خدا. چی میترسین؟ ای خدا این تا الله دیگه چی نمیترسید؟ تمام ای خدا میترسیم دیگه چی؟ اصلا دوستان از چی میترسین شما در زندگی؟ از تو خواهی؟ از تو خواهی؟ تو بودن. از تهمت. شما چی؟ من از تهمت ناحق میترسم. بس پدر مادرم. تمام. حتی من حسین نابهانی مثال نافهمیده شما از همون میترسم. شما از چی میترسید؟ من میترسم که این فرزندای من به هدف نباشن در همه شرایط حاضره. خیلی پدر مادر مثال و چی میگن گپ میزنن که این شل نکن اون شل نکن دانشمند باشن. دیگر از این چی نمیترسم. از جنگ جنجال. از جنگ جنجال میترسم. باز از چی؟ باز از نمیدونم باز از چی. مالش رحمت. در زندگی از چی میترسید؟ همه وقت از خدا میترسم. مالش رحمت. من امی ولیک میرونم میترسم که نغلطم. فقط از غلطیدن میترسید؟ از اون زنی که مثلا کی میگیش در نسبت به تخمه در زندگی در مولود در بین زن شوهری از این کنش نمیترسی.